شاید جزء معدود مردمانی باشیم که وقتی دولت یا حاکمیت تصمیمی برامون میگیره باید بترسیم. هر چقدر این تصمیم ها ملی‌تر باشه، اوضاع ترسناک‌تره. چون تجربه ثابت کرده در نهایت همه اینها تبدیل به رانت یا حیات خلوت برای خودی ها میشه. مهمترینش خودرو و مافیاش و آخرینش هم لوازم خانگی. اما این ماجرا گویا پایانی نداره. اخیراً شاهد رانت جدیدی هستیم که از همه اینها ترسناکتره و میتونه زندگی همه ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده. بومیسازی تولید موبایل که احتمالاً با پشتوانه و رانت دولتی قراره که تولیدات چینی به نام بومیسازی یعنی تنها گزینه ما برای انتخاب گوشی‌های همراهمون باشه. من یاشار سلطانی در این برنامه با اهورا نیازی فعال حوزه تکنولوژی میخوام گفتگو بکنم. با من همراه باشید. سلام، آقای اهورای نیازی. سلام. کارشناس محترم آیتی و مهمان امروز ما فکر میکنم جزء یکی از برنامه هامون باشه که خیلی مخاطبین نگرانی داره در رابطه با بحث موبایلی که امروز میخوایم صحبت بکنیم، چون موبایل مثل ماشین نیستش که هر خانواده احیانا یکی داشته باشه. اتفاقاتی که اخیراً ما شاهدش هستیم، بلاهایی که حاکمیت یا دولت میخواد سرمون بیاره با این داستان موبایل ها و حساسیتی که به هر حال جامعه ما شاهدش هستیم، میخوایم امروز در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم. آیه نیازی، ما بهتر از من میدونید قطعاً یه چیزی حدود 11 تا 12 میلیون ما گوشی اسمارت فون یا گوشی هوشمند در سال وارد میکنیم. یه چیزی حدود 5 تا 6 میلیون گوشی از این دکمه‌ها و معمولی‌ها که مشخص هم هستش که اینها رو چه اقشاری دارن استفاده میکنن و برای چه کاری و چه نیازی. حدوداً 18 میلیون سرجم ما گوشی در سال داریم وارد میکنیم. بله. و این خب قاعدتاً ارزبری خیلی بالایی هم داره. موبایل تقریباً بین یک یا دومین رتبه رو همیشه در بحث این که ارز بهش تخصیص داده بشه و واردات انجام بشه تو کشور این رتبه رو داره، این آمار رو داره و تصمیماتی هم که به هر حال برای این حوزه گرفته میشه هم خیلی حساس هست و هم خیلی نگران کننده برای مردم. میشه ما بگید چه خبره در حوزه موبایل؟ اولا سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده های محترمتون. بازار انقدر فضای تلخ و تاریکی داره، چه کسی که فروشنده است از لحاظ رفتار اصول رفتاری فروشندگیش، چه سیاست هایی که براش در نظر میگیرن، همیشه اون بخشی از کار بوده که من تلاش کردم سراغش خیلی نرم، چون قسمت دردناک و عصبی کننده ایه و با توجه به شناخت از جامعه مخاطب من، مردم اخبار تکنولوژی رو دنبال میکنن که سرگرم بشن. چه خوبه اخباری بهشون بدیم که حس خوب بهشون انتقال داده بشه تا خبرهای ناراحت کننده. خبرهای خوب حوزه رو دارید منتقل. بیشتر تلاشم رو همین قضیه است. یعنی من دقت بکنید خیلی کم به بازار میپردازم، به وضعیت قیمت گوشی ها، چون وقتی که طرف بخواد گوشی بخره خودش میره میبینه، نیاز نیست از من خبر بد بشنوه. ولی به صورت کلی اتفاقی که داره برای بازار موبایل ایران میفته جملهش یه کمی تکراری شده توسط ما. دقیقاً صنعت یعنی سناریوی تکراری بازار خودرو و لوازم خونگیه. حالا این یه تفاوتی با اونا داره، یعنی انحصار. دقیقاً این یه تفاوتی با اونا داره. خودرو شما به اینترنت وصل نمیشه و منزل شما به اینترنت لوازمش وصل نمیشن، وصل بشن اهمیتی ندارن. ولی گوشی موبایل شماست که تمامی داده های شخصیتون داخلش قرار گرفته و بحث امنیته، بحث حریم شخصی افراده. یعنی بزرگترین و دردناکترین بخش ماجرا اینجاست. این یک بحثه. یه بحث دیگه هم اینه که ایران دوست داره، نمیدونم چرا، توی چیش دردناکه؟ اینکه تلاش بر بومی سازی گوشی ها در ایران یه بحث سخت افزار اون گوشی هاست که مونتاژ میکنن وارد میکنن، یه بحث نرم افزار ماجراست. نرم افزار قسمت ترسناک ماجراست. من یه لحظه چون سخت افزار رو یه ذره کم رنگش کردید شما نسبت به نرم افزار، من یه سوال تو این موضوع بپرسم. ببینید شما فرمودید بومی سازی، اما بعدش تکمیلش کردید و گفتید مونتاژ. خب این چه فرقی داره که شما قطعه رو مثلا یه موبایلی رو از یه کشوری مثل کره یا امریکا هر جایی
وارد بکنید یا اینکه تیکه تیکه از چین وارد بکنید. منم نمیدونم اون ارزه که خب به حال داره میره که دقیقاً منم دقیقاً دلیلش. پس ما بومی سازی رو نداریم. بومی سازی رو نداریم یعنی به اون شکل. مونتاژ مثل خودرو، مثل لوازم خانگی که شما فهمیدید. دقیقاً. حالا دلیلش برای این قضیه چی هست؟ خب طبیعتاً ارز کمتری خارج میشه به خاطر اینکه کیفیت محصول قرار بیاد پایین‌تر. یک امر طبیعیه. بله بشه چینی. آره اگه برند سامسونگ مثلا کلی تلاش میکنه روی رابطه کاربریش، دیگه اون رابطه کاربری رو ما در ایران نخواهیم تجربه کرد. عرض کردم خدمتتون یه بحث خیلی مهمش سخت افزاره، بخش مهمترش نرم افزاره. نرم افزار هم از لحاظ UX تجربه کاربری user experience تا بحث امنیت بسیار حائز اهمیت. یعنی سیستم عامل دیگه. دقیقاً. بله. حالا دولت هم تلاش میکنه گوشی رو وارد بکنه، حالا بومی، مونتاژ، هر عنوانی که روش بذاریم، ما با اون بخشش کاری نداریم، هم در تلاش سیستم عامل بومی راه بندازه. چرا ما باید سیستم عامل بومی راه داشته باشیم؟ این توانمندی رو داره؟ خیر، قطعا خیر. نهایتش یک پوسته، یک رابط کاربری به یک اندروید استاک یا اندروید خام بخواد اضافه کنه. میایم با هم مثالی رو باز میکنیم. هواوی ولی این کارو کرده. دقیقاً. میخوام هواوی باز کنم. شما میزانی که خرج تحقیق و توسعه یا آرندی هواوی برای سیستم عاملش شد، مدت زمانی که طول کشید، برید یه نگاهی بندازیم ببینی اوه اگر دولت بخواد این مسیر رو بره اصلا براش به صرفه نیست. یادم بچه بودم یه خبر اومد که ما در بحث واردات گندم خودکفا شدیم. بله. همه گندم رو وارد نیاز کشور اصلا نیاز به برطرف شده، اصلا نیاز نیست وارد بکنیم. یه اتفاقی ولی لاش افتاد، اون هم اینه که گندم وارد نکردن درست، جو و نخود و یونجه و همه چی رو مجبور شدن وارد کنن. چرا؟ چون همه زمینه رفته برای کشت گندم. دقیقاً. خب این چه سیاست غلطیه. ما هدفمون اگر حفظ ارزه، خب یه مسئله ساده هست، جلوی آیفون رو میگیرین، خب چرا جلوی پرچمداری دیگر برندها رو نمیگیرین؟ قیمتا که یکی هم، سهم اونا هم در بازار بیشتره. قبول دارم سهم کوچیکی از بازار موبایل ایران مربوط به آیفون میشه، اما حجم خیلی زیادی رو به خودش اختصاص داده از لحاظ خروج ارز. همین قضیه هم برای سامسونگ هست، هیچ فرقی نداره. یه کمی آمار پایین‌تر، یه کمی آمار بالاتر. اگه قرار گوشی بالای 600 یورو ممنوع بشه، همه گوشی‌ها ممنوع بشن، نه فقط یه برند. بعد با چه سیاستی داریم این کار رو انجام میدیم؟ پی چه هدفی هستیم؟ چند وقت پیش یک شخصی توی برنامه تلویزیونی گفت که اگر این مبلغ رو به من بدن، من یه کاری میکنم ایران بشه قطب بازیسازی ویدیویی. من یه سوالی دارم، چه اصراریه یک کشور در تمامی قطب‌ها، در تمامی جنبه‌ها برترین باشه و خودش تولید کننده باشه؟ آیا تمامی کشورها این کارو میکنن؟ نه. اتفاقا سوال بعدی من همینه، موبایل و همه کشورها دارن برای خودشون تولید میکنن؟ اصلا همچین چیزی نیست. الان مثلا اگه فرانسه در نظر بگیریم، انگلیس در نظر بگیریم، مثلا انگلیس یک کمپانی هست به اسم ناتینگ که 2 سال احداث شده. یک شخصی که صاحب برند وان پلاس بود تا سال 2018 این برند برد جلو، 2018 از این برند بیرون اومد، 2020 ناتینگ رو خلق کرد. یک انقدر این شرکت کوچیکه که یکی از سرمایه گذاراش یوتیوبره و چند نفر دیگه 5 نفر یه شرکت رو با هم احداث کردن، نه در جهت انحصار، نه در جهت بومی سازی، اصلا تلاش نمی‌کنن سیستم عامل برای خودشون خلق کنن. یه گوشی آوردن، طراحی یونیکی داره، طراحی یکتایی داره، گوشی شفافه و به سبب شفاف بودنش در جهان کلی سر و صدا کرده. ولی سیستم عاملش همون سیستم عامل امریکایی هستش که کل دنیا داره استفاده میکنه. میان در نهایت روش یک پوسته‌ای میندازن و هیچ ادعایی هم روی ماجرا ندارن. میان کشور هند که اقتصاد یعنی توسعه تکنولوژیش خیلی بالاست و اهدافش خیلی اهداف بزرگیه، چند تا شرکت موبایل رو خریداری کرد، یعنی سرمایه‌گذارهای هندی اومدن خریداری کردن، برند ریلمی رو خریداری کرد، الان محصولاتش در هند فروش بالاتری داره. اصلا تلاش نمیکنه بومی سازی بکنه، اصلا تلاش نمیکنه چیزی به نام انحصار خلق کنه. اما دولت ما یه تلاش عجیبی داره روی اینی که ما باید اینو از آن خودمون کنیم. فکر نمی‌کنید نگاه امنیتیه؟ چرا دیگه؟ میگم گوشی موبایل قسمت ترسناکش بخش امنیتی دقیقاً همین ماجراست. یعنی اتفاقهایی که در چند سال گذشته اتفاق افتاده، سرمنشأش رو بگیری از گوشه موبایل مردم بوده
و در تلاشن همین قضیه رو کنترل کنن. وقتی شما میرید در مورد تو جلسات چند تا از این شرکت هایی که کار بومی سازی دارن انجام میدن قرار میگیرین، همشون میگن که نه فقط گوشی، کلا هر پلتفرمی که در تلاش انحصار ایجاد کنه میریم باهاشون صحبت میکنیم، از شبکه اجتماعی بگیرید تا پیام رسان بگیرید تا صنعت گوشی موبایل، همشون میگن که نه ما اصلا اینوری نیستیم، ما مثل شماییم، ما نگاهمون مثل شماست، ما هدفمون فلانه بیسانه بهمانه. خب تو تجارت که این حرف شوخیه. خب حالا وقتی که همه چیز در اختیاره و کنترل دولته، تمامی این نگاه ها و تمامی این بلند پروازی ها هم سقفش میشه سقفی که دولت داره. حالا من با این قضیهش هیچ مشکلی تا اینجا ندارم. همون جوری که خیلی چرا خاموش و بر اساس قانون نانوشته اومدن واردات ثبت سفارش واردات گوشی های همون 5-6 میلیون گوشی فیچر فون رو ثبت سفارشش جلوش گرفته شده و دیگه وارد نمیشه، مونتاژ میشه. یه شرکتی هست این اومده گوشی های فیچر فون نوکیا رو مونتاژ کرده در ایران، از وزارت ثبت مجوز داره اما از نوکیا مجوز نداره. نوکیا به تازگی نوکیا به تازگی این قضیه رو متوجه شده، داره شکایت میکنه و دیجیاتو رسانه رسمی کشورمون باهاشون مسابقه انجام دادن، میگن که شما مجوز دارین؟ بله ما از وزارت ثبت مجوز داریم. شرکت نوکیا چطور؟ نه ما مجوز از وزارت ثبت داریم. از شرکت نوکیا چطور؟ نه ما از وزارت ثبت مجوز داریم. مجوز نداشته باشه از نوکیا چه اتفاقی میفته؟ خب ببینید به صورت غیر قانونی داره دست میبره توی روند تولید یک موبایل و داره با همون برند تولیدش میکنه. چه اتفاقی میفته؟ حق کپی رایت، حق هزینه پتنت های اون شرکت و هزار ماجرای دیگه. شما فکر نمی‌کنی اسمش اگه بیاری تبلیغ نمیشه بلکه ضد تبلیغ؟ گوشه فیچر فون رو تو ایران کی داره میزنه؟ همون شخص، مال نوکیا، همون یک برند داره فکر کنم واردش میکنه. حالا میگیم فیچر فون سیستم عامل خاصی نداره، اما مابقی گوشی های اندرویدی قصه تلخی پشتشونه. بله. الان که تو جلساتشون قرار میگیرین میگن که نه ما تمام استانداردهای گوگل رو داریم از لحاظ امنیتی و گوشیمون آپدیت میشه با آپدیت های گوگل. آفرین، دستتون درد نکنه. واقعا راه ورود به این گوشی ها نیست. با لابی بازی و با پارتی بازی و دست پشت پرده نمیشه به امنیت محصولات گوگل دسترسی داشت. اما یه چند تا پازل هستن میچینی کنار هم قضیه رو ترسناک میکنه. قرارداد چند ده ساله‌ای که با چین بستیم، یک بخش خیلی اعظمش برمیگرده به بحث مسائل آیتی، امنیت سایبری. چینی ها هم بارهای بار ثابت کردن چیزی جز نیاز خودشون برطرف بشه براشون اهمیتی نداره. وقتی کشوری میاد تلاش میکنه، کمپانی هواوی میاد سیستم عامل بومی خودش رو میسازه با کلی هزینه که واقعا احترام داره این قضیه، اما یه بخش ترسناک داره. این پتنت رو میاد به راحتی میفروشه، فقط برای خودش نگه نمیداره. اونجاست قضیه ترسناک میشه. دولت امروز افرادی که تو صنعت مونتاژ گوشی‌هاش دارن فعالیت میکنن میگن نه ما اندروید استاندارد رو داریم عرضه میکنیم. بله استاندارد عرضه میکنیم تا زمانی که نیاز بازار رو تکمیل کردی، گوشی‌ها سهم زیادی تو بازار گرفتن، بعد اون موقع وقتی جلوی واردات رو گرفتین یهو با یک آپدیت مسیر بازی عوض میشه. همونطوری که با یک قانون آمریکا اومد هواوی رو تحریم کرد و هواوی دیگه از بازار حذف شد. کمپانی که داشت جایگاه رتبه اول در فروش جهانی موبایل به دست می آورد دیگه حذف شد. حالا دوباره داره خودش میاره بالا. این نگرانی وجود داره که در یک شب یک سری اپلیکیشن ها کلا دیگه قابل استفاده نشه. دقیقاً همونطوری که مثلا ما دیگه توییتر رو نداشته باشیم، واتساپ رو نداشته، هر آنچه که الان فیلتره یک شبانه می‌بینیم که اینا رو ما دیگه نداشته باشیم. دقیقاً. چطور اینو میشه حد زد؟ وقتی که دولت در تلاشه که میگه من باید سیستم عامل بومی بسازم، وقتی میگه من باید گوشی بومی بسازم، وقتی که میاد روی شبکه اطلاعات ملی تلاش میکنه، مانور میده، وقتی که مخابرات میاد فیبر نوری رو به انحصار در میاره، هر چقدر تو ارائهش ضعیف باشه وقتی به انحصار در بیاره، اینها نشون دهنده این هستن در تلاشن اگر وبی در ایران باقی بمونه یک وب آفلاین مخصوص خود کشور باشه، کره شمالی. دقیقاً. و بعدش میگه خب من از لحاظ سخت افزاری نیازم رو تامین کردم، نرم افزارم تو تمام دست مردم قرار داره، توسعه‌مو پشت پرده انجام دادم، در یک آپدیت جدید اندرویدی که امروز میشناسیم حذف میشه و یک چیزی شبیه به اون جایگزین خواهد شد.
خود ایران از لحاظ اقتصادی، از لحاظ دانش در توانش نیست که سیستم عامل بومی بسازه. مسئله خیلی پیچیده که هر روز دارن میپرن. تمام شد. کی باقی میمونه؟ کی میخواد این رو پیش ببره؟ چینیا. تمام شد. پول پرداخت میکنم، امنیتم رو اونطوری که دوست دارم خریداری میکنم. امنیتی که دولت دوست داره، امنیتی که من کاربر دوست دارم. بعد این مردم آزاری قراره تا چند وقتی دیگه پازلش تکمیل بشه؟ بستگی به توسعه خودشون داره. ولی مثلا میگم بحث واردات موبایل که میچینیم، میگم چند تا پازله، این مهره ها رو که میچینی کنار هم یه تصویر ترسناک میبینی. بحث سهم واردات موبایل که نگاه میکنیم، به صورت جهانی که نگاه بکنی، تقاضای گوشی موبایل اومده پایین، نه به میزان، ولی نه به میزانی که واردات در ایران کم شده. از 1400 تا 1402 از 340 میلیون دلار هزینه صرف شده برای واردات موبایل به صورت ماهانه، 1400 ما 340 میلیون دلار داشتیم، بعد شده 230 میلیون دلار، امسال رسیده به 183 میلیون دلار در ماه. آیا جمعیت ایران کم شده؟ آیا مردم رو آوردن به کتابخونی و فعالیت‌های آفلاین دوست ندارن گوشی استفاده کنن؟ یا گرونتر شده یا سهم ارز تخصیص یافته‌اش کمتر شده. این چه سیاست؟ خب الان 1402 1405 چه اتفاقی میفته؟ کدوم دفعه تو بحث اقتصاد تو 10 سال گذشته سیر صعودی داشتیم از لحاظ پیشرفت؟ کدوم دفعه مسیر مثبت بوده؟ من میگم فقط داریم پازل میچینیم، یعنی پیش بینی میکنیم بر اساس شواهد و استناد به گذشته. پس مسیر رو به افوله، یک افول ترسناک. پس این استارت خورده، یعنی از طرف دولت اون ارزی که باعث تخصیص داده بشه داره کمتر میشه. پس ما ارز رو، تخصیص ارز رو، کاهشش رو از این ور شاهد هستیم، از اون ورم برندهایی دارن معرفی میشن که این برندها مورد تایید ساختار حاکمیتی هستند و میرن موبایلی رو قرار مونتاژ بکنن و این همه چی دیگه اون پلنه داره تکمیل میشه. فکر کنم تا 2-3 سال آینده دیگه این پازل تکمیل بشه. دقیقاً همینطوریه که میگید و قسمت ناراحت کنندش میدونید چیه؟ اینه که یک جوری دست مردم بسته میشه از دسترسی به اطلاعات عمومی و آن چیزی که حق انسانیتشونه که دیگه راه گریزی نیست. یعنی اینترنت که سرمنشأ دسترسی هاست یک جوری بسته میشه که اسمش دیگه نمیتونه اینترنت باشه. یک شبکه داخلی یک شبکه خونگیه با محدودیت‌های یک شبکه خونگی در وسعت یک کشور با تمام ضعف‌هایی که میتونه داشته باشه. شما الان آقای میلاد نوری فوق‌العاده انسان روشنیه و خیلی کلامش و انتقادش رو قشنگ بیان میکنه. وزیر میراث فرهنگی در مورد حضور کریستیانو رونالدو توی ایران گفت که باید ایشون بیاد ایتائو بله نصب بکنه با یه ادبیات خیلی ناصحیحی به نظر من، برای بچه محلاش هم بره نصب بکنه تا با هم ارتباط بگیرن. بعد صحبت ایشونو گذاشته بود، یه تصویر مونتاژ کنارش گذاشته بود، در تلاش بود توی اپلیکیشن ایتا یا بله بود میخواست ورود کنه، ارور 404 میداد اگه اشتباه نکنم، نمیتونست کانکت بشه به سرور. حالا تصور بکنید که الان با آمار واقعیشو در نظر بگیریم، آماری که واقعا نه آماری که وزیر ارتباطات داره اعلام میکنه در مورد میزان استقبال از این پلتفرم ها، با این وضعیتش اینطوریه. وقتی بخواد نیاز کل کشور بیاد روش چی میشه؟ یک فاجعه به وجود میاد، نمیتونه هندل بکنه. برای همینه میگم آقا چرا باید دولت ما که نه از لحاظ اقتصادی وضعیت صحیحی داره، نه از لحاظ فرهنگی موقعیت مناسبی داره، نه از لحاظ اجتماعی، همه چی به هم ریخته است، چرا در تلاش در همه چی بگه من میخوام کار خودم انجام بدم؟ استقلال فوق العاده چیز خوبیه، من سیاست‌های دولت آمریکا هم دوست ندارم، ولی یه مسئله هست وقتی در توانت نیست، وقتی فقط یک ایدئولوژی داری ولی نمیتونی اجرایش کنی به نحوی که 80 میلیون جمعیتت لذت ببرند، چه اصراریه روی این قضیه؟ مثال کشاورزی جان خلایشون امنیته و میخوان با امنیت برسن و آیا این خب نتیجه نمیده. بیایم با هم یه مروری بکنیم تاریخ تکنولوژی رو در ایران. VHS اومد زمانی که نوار کاست‌های زمان بچگی، به بچگی که من خاطرم باشه قد نمیده این موضوع که جرم بود داشتنش.
بله من یادمه. ولی بعد ماهواره اومد، فیلماشون تو شکممون میذاشتیم. دقیقاً. بعد اون تونستن جلوشو بگیرن. خیر، ابتدا میگفتن آقا اصلا تبلیغ حرامه. خب این از آگاهی میاد. بعد چرا الان تبلیغات وجود داره؟ چرا بانکداری ما که اصلا داستان عجیب غریب خاص خودشو داره از درون بدنه، به شدت در حال تبلیغ شدنه. حالا بیایم جلوتر، میرسیم به ماهواره. ماهواره ممنوع بود، اسمشو نباید می آوردی، خلاف قانون بود. تونستن کنترلش کنن؟ نه. یک عالمه پارازیت تو سالهای مختلف دادن، چقدر سلامت مردم رو به خطر دادن، صرفا بحث سر همون امنیت ها. تونستن کنترلش کنن؟ خیر. بعد اینترنت اومد. اینترنت از سالهای خیلی قدیم فیلتر روش اعمال شد. آیا تونستن موفقیت آمیز عمل کنن؟ خیر. چون آزادی آدم ها چیزی شبیه به آبه و ممانعتش چیزی شبیه به سنگ. آب همیشه سنگ رو هم دچار فرسایش میکنه و از بین میبره. نمیشه به این شیوه، در گذر زمان به همون ثابت شده، نمیشه به این شیوه امنیت رو کنترل کرد. اگر از ابتدا کره شمالی بودید، از ابتدا قلم کرده بودید. فرق داره ها. موبایل این که خب اگه گوشی ریجستر نشه و داخل کشور نیاد، ما دیگه دسترسی نداریم به اون گوشی. آره. اما آخه یه مسئله هست. خب نارضایتی مردم هم به دنبال داره. مردم که از این قضیه خرسند نیستن. سوالای مهمم همین بود که مردم الان باید چی کار بکنن و چه کاری میتونن بکنن. خب ببینید یه مثالی براتون میذارم. زمانی که بحث رونمایی از گوشی داری یا باند هنوز نشده بود، قیمت گوشی های سامسونگ به طرز عجیبی، یک مدل گوشیش خصوصا گلکسی 54 گوشی میان رده، مهمترین گوشی میان رده سال 2023، پر طرفدارترین گوشی سامسونگ در ایران، به شدت قیمتش اومد پایین. گوشی از 19 میلیون تومان اومد 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12 میلیون تومان تا گاهی 11 میلیون تومان اومد پایین. این گوشی کی داره وارد میکنه؟ یک شرکت، همون شرکتی که صاحب برند محصول داریا باند. خب گوشی فوق العاده ارزون شد، به طرز عجیبی ارزون شد. یعنی هم رقیب یک گوشی شیائومی شد با نام ردمی نوت 12 پرو که اصلا اینا نباید با هم از لحاظ بحث واردات در نظر میگم، میزان ارزی که بهش تخصیص داده شده، قیمتی که ارز تخصیص داده شده، سود وارد کننده فلان بیسان بهمان رو میچیدیم کنار هم، اینا نباید هم قیمت میبودن، ولی اینا هم قیمت شده بودن. همزمان شد با معرفی این گوشی. یهو این گوشی معرفی شد، یه سری از مشخصاتش نزدیک بود به این گوشی. ما کلی راجع به 54 تبلیغ کردیم، گفتیم این گوشی فوق العاده است، بخرید، الان قیمتش بسیار مناسبه، خریداری بکنید این گوشی و فوق العاده است، نیاز به بازار رو براش خلق کردیم. ما که از سیاستشون با خبر نبودیم. بعد از اینکه این گوشی معرفی شد، یهو دوباره قیمتش برگشت سر جاش. نیاز بازار ایجاد شده بود، مردم می‌خواستن این گوشی رو و یک گزینه جایگزین داشتن، محصول داریا باند. با همین سیاست مردم رو مجبور میکنن به خرید. حالا یه آگاه سازی هست، یک مطالبه گری هست که فوق العاده کمک میکنه به مردم که اگر همراهی بکنند میشه با این قضایا مبارزه کرد. چطوری؟ الان خدمتتون عرض میکنم. یه نماینده مجلسی الان در ایران داره فعالیت میکنه، آقای جلال رشیدی کوچی. بله. اگر اشتباه نکنم ایشون نماینده مردم مرفدشت. بله. ایشون یه کار خیلی جالبی انجام دادن. زمانی که کمیسیون تخصصی برای طرح صیانت ایجاد کرده بودن، ایشون یکی از اعضای اون کمیسیون بود. یه خبر اومد که از لحاظ قانونی هم فعالیتی که انجام داده بودن یک رفتار صرفاً بچگانه بود. اعضای اون کمیسیون انجام داده بودن، بحث مربوط میشه به 2 سال پیش، یک رأیگیری انجام دادن و گفتن که طرح صیانت تصویب، همه دست بردن بالا. یاد فیلم 12 مرد خشمگین افتادم، اون صحنه رو دیدم، همه گفتن موافق، یک نفر گفت مخالف و ایشون بود. بله یادم. و ویدیوشون وایرال شد، خیلی دراما تدوینش کرده بودن و تو سوشال منتشرش کردن. ایشون از اون موقع خیلی به چشم من اومد فعالیتشون. یه پرانتز باز کنم صحبت شما که این رو من یه نقدی بهش دارم. بله. ببینید ما مارکت موبایلی که نگاه میکنیم 50% بازار در اختیار سامسونگه،
25% در اختیار شیائومیه و 25% در اختیار سایر برند هاست که آیفون یکی از اون سایر برند هاست با مدل های مختلفش که ما الان ممنوعیت 14 و اخیراً از 15 که رونمایی شده 15 و شاهد. این همه مردم اعتراض کردن به شکل‌های مختلف. گوشی آیفون الان میره تو دبی باز میشه، سیم کارت توش میخوره، دوباره وکیوم میشه میاد که بتونه ریجستر بشه، بتونه آنتن بده یا خیلی با شگردهای مختلف. اما حاکمیت تصمیم گرفته که آیفون ریجستر نشود و نمیشود. این دیگه در اختیار یک نماینده یا دو نماینده یا 100 نماینده نیست. این تصمیم حاکمیتیه. اگر یه جایی حاکمیت تصمیم بگیره به خاطر امنیت خودش، چون وجود خودش مهمتر از هر چیزی هست برای خودش، اگر که حاکمیت تصمیم بگیره که از نرم افزار بومی استفاده بخواد بکنه، آیا نماینده مجلس توانشو دارن جلوش بایستن؟ خیر، در مرحله اول به خاطر اینکه تصمیم حاکمیتیه، همونطور که خودتون گفتین خیلی در سطح بالاتری هستش که یک فرد یا یک مجموعه از افراد در بخشی از دولت بخوان تصمیم برای چنین مسئله مهمی بگیرن. اما همونطوری که فعالیت رسانه‌ای ما موجب شد مردم آگاهی پیدا کنن نسبت به طرح صیانت، خیلی خیلی روند توسعه‌اش رو کند کرد. رفتار سلیقه‌ای رو ازش گرفت. اگر امروز اقدام بکنیم میتونیم چند سال آینده وضعیت بهتر، نمیگم عالی، وضعیت بهتر یا مثلا بگم وضعیت بد از بین بدتر رو برای خودمون رقم بزنیم. صحبتی که من دارم راجع به مطالبه گری این هستش که این فیلترینگی که الان روی شبکه‌های اجتماعی هست طبق ماده قانونی نیست. یک سری مشخصه ها داره، یک سری پارامترها داره که میگه در این وضعیت دولت میتونه دسترسی ها رو محدود کنه. همونطوری که فرانسه این کارو کرد، همونطوری که ترکیه بعد از زلزله این کارو کرد. خب این اوکیه، ولی وقتی شرایط بهبود پیدا میکنه باید از فیلترینگ خارج شی، باید خارج بشی. چه دلیلی داری برای اینکه خارج نشی؟ زور داره، دلیل نمیخواد. خب همین. حالا اگر مطالبه گری قانونی اتفاق بیفته چی میشه؟ ما هیچی از آینده نمیدونیم، اما تصور کنید که ما یک نماینده مجلسی داریم آقای کوچی. وقتی مردم بدون ایجاد خشونت در شبکه‌های اجتماعی با تأثیر بسیار بالایی که دارند شروع بکنن به مطالبه گری قانونی، شروع کنن به پست و استوری و جوک ساختن و هر روشی که عامه برای انتقال یک پیام، شروع بکنن بگن که به چه دلیل الان شبکه‌های اجتماعی فیلتره و طبق ماده قانونی صحبت بشه ولا غیر. بعدش از نماینده های مجلس شهرشون درخواست بکنن که در مورد این موضوع در مجلس صحبت کنن و ازشون بخوان که شفاف صحبت کنن. این وسط چه اتفاقی میفته؟ نماینده مجلس نماینده مردمه، نیاز به رأی مردم داره. همین اسفند ماه قرار انتخابات اتفاق بیفته. اونها برای اینی که به شغل خودشون ادامه بدن نیاز دارن رضایت مردم رو داشته باشند. حالا مجبورن شفاف رفتار کنن. اون نماینده مجلسی که شفاف نیست یک ریگی به کفشش هست، یک جای جیبشو باز کرده که دهنش بسته بمونه و این افراد در مرحله اول مشخص میشن. ببین مگه میشه مثلا 20 میلیون نفر کاربر در شبکه‌های اجتماعی راجع به یک موضوع حرف بزنن و هیچ صحبتی ازش تو مجلس نشه؟ از نماینده مجلس درخواست بکنن، به دفترش برن، ازش به صورت قانونی ها، ما اصلا در مورد خشونت هیچ صحبتی نمی‌کنیم، ازش درخواست بکنن و بعد هیچ اتفاقی نیفته. خوب زود اعلام موضع کردید. امکان نداره این اتفاق نیفته، هیچ تأثیری ازش گرفته نشه. شما در برابر آقای رشیدی کوچیک اسمشون تو برنامه آوردید. ما نماینده ای هم داریم که وقتی ما تماس گرفتیم که تو برنامه شرکت بکنن گفتن که من اصلا با برنامه‌ای که توی اپلیکیشن ها یا جای مختلف شبکه‌های مجازی باشه اصلا من شرکت نمی‌کنم و اصلا ندارم. خب طبیعیه. و حضور ندارم. خب طبیعیه، به خاطر اینکه قشر قدیمی هستن، قشر هستن که دوست ندارن این کارا رو بکنن. مثلا فراگیر شدن سواد آموزی در گذشته بوده، مثل فراگیری علم پزشکی به صورت علمی بهداشت بوده به جای اینی که خرافات باشه. ابتدا مخالف دارید شما وقتی یک حرف نوین و جدید میزنید، بعد کم کم یه سری افراد براشون مسئله جالب میشه و بعد کم کم یک سری افراد پیرو شما میشن و بعد فراگیر میشه این موضوع. ولی الان تصمیم گیرم همین آدمای بله، ولی شما بفرمایید اگر
همین مطالبه گری انجام نشه اتفاق مثبتی هم از پسش نمیفته. من میگم که میشه، نمیگم 100% اتفاق میفته، میشه این رو امتحان کرد. ماها در گذر زمان به روش‌های مختلف اعتراض کردیم. سایت کارزار به عنوان مثال، بله. ما میایم توش رأی جمع میکنیم. بله. خب کارزار به نوبه خودش تأثیری نمیذاره، کارزار موجب میشه یک چیزی خبررسانی بشه. رسالتی خب که ما داریم و رسالت ما هم اتفاقا تو همین برنامه ایجاد مطالبه دقیقاً. هست. خب بعد سخنگوی ما در دولت کیه؟ سایت کارزار که نیست، نماینده مجلسه. کارزار خودش سخنگو نداره. کارزار نهایت اتفاقی که براش میفته اینه که میگن آقا نگاه کنید این همه مردم با این اسناد و این احراز هویت دقیق رفتن به این موضوع رأی دادن. خب پس باید به این موضوع بپردازیم. ولی تصور کنید که ما مستقیم در تلاش باشیم نمایندگان مجلس رو به سمت شفافیت، به سمت بروز بودن برسونیم. آقای نیازی، پس من بخوایم یه نتیجه گیری هم داشته باشیم آخر برنامه، خیلی سریع چند تا سوال بپرسم. بفرمایید. ایران توانمندی تولید و ساخت گوشی رو نداره. خیر. بایستی که بره از کشور ثالث مثل چین که الان قرارداد بلند مدت دارن وارد بکنه. پس ما همچنان وارد کننده ایم. همچنان خروج ارز هم اتفاق میفته. و همچنان خروج ارز هم داریم و بومی سازی هم اتفاق نمیفته. و اون نرم افزاری که توی اون گوشی باید استفاده بشه، سیستم عاملی که باید توی اون گوشی استفاده بشه، اون سیستم عاملش امریکاییه، مثل همه جای دنیا. این قسمت ترسناک داستانه. یعنی ترسناکترین چینم بخش خواست از طریق هواوی خواست. من معتقدم به اینی که موفقم شده. اتفاقا قسمت ترسناکش اینه که موفق شده. قسمت ترسناک همین بخشه که فوق‌العاده دسترسی مستقیم داره به حریم شخصی افراد، فوق‌العاده دسترسی داره به امنیت. این قسمت ترسناکه، یعنی اینشه که ترسناکه. حالا گوشی بیاد خیلی ترسناک نیست، اتفاق خیلی وحشتناکی نمیخواد بیفته. اصل داستان سر امنیت و نرم افزاره که خیلی خطرناک. خیلی خطرناک. ممنونم آقای نیازی. خواهش میکنم. از قبول دعوت که کردید در برنامه حضور پیدا کردید. موضوع حساسیه. هممون به این انحصاری که به هر حال شکل گرفته، از خودرو گرفته که دهه‌ها طول کشید تا لوازم خانگی که استارتش 10 سال پیش دقیقاً خورده شد استارتش و ما الان داریم اون انحصار رو می‌بینیم. و موبایل هم از امسال استارتش خورده و موبایل به خاطر نوع تکنولوژی که وجود داره به نظر من تا 2-3 سال آینده ما انحصار نهایی با سرعت بالاتر. و مسئله ترسناکش اینه که اون خود تویی، موبایل تو خود تویی، یعنی کنترل میشی تو از طریقش، صدات، کجایی، چهرت. اینش ترسناکه. چیزی که ما توی این برنامه خواستیم به شما بگیم اینه که امنیت موبایل من اگر در اختیار من نباشه ترسناکه، خطرناکه. هر چقدر چشمهای ناظر بر من بیشتر باشه برای من، این جامعه و زندگی کردن در ایران غیر قابل تحمل تر میشه. ما متاسفانه فرار مغزها، فرار افراد خیلی نخبه‌ای رو در سالیان قبل ما شاهدش بودیم، اما الان این فرارها، این فشارها، این عدم امنیت‌ها باعث میشه که آدم‌های معمولی مثل من، آدم‌های خیلی خیلی معمولی جامعه هم بخوان تلاش بکنن که از ایران برن و یکی از دلایل اصلیشون نه نبود امکانات. خیلی کشور هستش که امکانات خیلی گسترده‌ای ندارن، ولی مهمترین مسئله نبود امنیته. من اگر از کشور خودم امنیت رو احساس نکنم، نتونم امن با دوستام ارتباط داشته باشم، امن کار بکنم و امن زندگی بکنم، حتما اون کشور جایی برای موندن دیگه نیست. متشکرم وقت گذاشتید آیه احمد نیازی. امیدوارم در برنامه بعد اگر من بودم، برنامه بود و اینترنت هم بود، منو همراهی بکنید. ممنون.